خب امروز می‌خوایم در مورد دیتا تایپ صحبت بکنیم. دیتا تایپ یعنی انواع اطلاعاتی که در جاوا اسکریپت وجود داره. برای درک راحت‌تر و آسان‌تر این موضوع می‌خوام یه مثال در دنیای واقعی براتون بزنم. تو دنیای واقعی ما یه سری ظروفی داریم، یه سری وسیله‌هایی داریم که چیزای مخصوص به خودشون توی اونها نگهداری می‌کنیم. به عنوان مثال ما توی یخچال مواد غذاییمون رو نگهداری می‌کنیم، توی جا کفشی کفش می‌ذاریم، توی کمد لباسامون رو می‌ذاریم. دقیقاً همین موضوع برای کدها هم هست. ما توی جاوا اسکریپت هم یه سری ظروف داریم که اطلاعات مربوط به خودشون رو توشون نگهداری. الان می‌خوایم ببینیم که دنیای برنامه‌نویسی انواع اطلاعاتی که توی ظروف مخصوص به خودشون می‌تونه نگهداری بشه چی هستن. اولیش استرینگ یا رشته هاست، بعدیش نامبر یا اعداده، سومیش بولیان که شامل دو مقدار صحیح و غلط یا همون ترو و فالس هستش، چهارمی اری هست یعنی آرایه ها، پنجمی آبجکت اشیا و ششمی آن دیفایند یعنی تعریف نشده ها و هفتمی امپتی یا همون خالی. الان می‌خوایم با رشته یا استرینگز ها آشنا بشیم. رشته یا استرینگز به مجموعی از کاراکترها گفته میشه که با قرار گرفتن این کاراکترها کنار هم دیگه رشته استرینگز به وجود میاد. به عنوان مثال دینا از 4 تا کاراکتر تشکیل شده. D, I, N و A. این 4 تا کاراکتر که کنار هم قرار بگیرن رشته استرینگز رو به وجود میارن. یه رشته میتونه صفر یا بیشتر کاراکتر داشته باشه که داخل علامت کوتیشن قرار بگیره. خب به عنوان مثال من الان میام اینجا یه متغیر تعریف میکنم، اسمش رو نیم میذارم و کلمه دینا رو داخلش ذخیره میکنم. بین دو تا تک کوتیشن یا دابل کوتیشن باید باشه. الان میام چاپش میکنم، مینویسم console.log داخل پرانتز میگم که اون متغیری که اسمش نیم بود رو برای من چاپش کن. الان همونطور که میبینید اینجا دینا رو برای من چاپ کرده. خب همونطوری که میبینید متغیر من از نوع استرینگز هستش و اگر که من بیام داخل console.logم بعد از اسم متغیرم یعنی بعد از نیم یه دات لینکس بذارم، به جای اینکه دیگه دینا رو برای من چاپ بکنه طول متغیر رو برای من چاپ میکنه، یعنی عدد 4 رو برای من میاره، اون تعداد کاراکتری که داره رو برای من میاره. خب الان اگر که من بیام فامیل من بهش اضافه بکنم دیگه به جای عدد 4 عدد 12 رو برای من چاپ میکنه چون طول کاراکترها 12 شده. کاربردش کجاست؟ این کاربردش مال وقتی که ما از کاربرمون شماره میخوایم و خب شماره موبایل 11 برنده است. اگر که حالا کاربر شماره موبایلش رو کمتر بزنه بیشتر بزنه یا اشتباه بزنه اینجا بهش خطا میده یا ارور میده که درست کنه.